خب سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان گرامی. خیلی خوش اومدین. میدونم که ساعت 1 بعد از ظهر روز جمعه احتمالاً یکی از سخت‌ترین تایماییه که بخوایم راجع به مسائل مهمی مثل فیزیولوژی ورزشی و تیپرینگ فکر کنیم، ولی خبر خوب اینه که موضوع ما دقیقاً همون چیزیه که یه بدن نسبتاً خسته بعد از ظهر جمعه خیلی خوب میفهمه، اینکه چطور با کم کردن درست تمرین کاراییمون بیشتر بشه. امروز تلاش میکنم که تیپرینگ رو از یک مفهوم پیچیده تخصصی مقداری تبدیل کنم به یه چیز ملموسی که قابل اجرا باشه و حتی لذت بخش باشه. حالا امیدوارم که شما هم لذت ببرید. در طول حالا صحبت هم یه زمانایی رو اختصاص میدیم که اگر سوالی داشتین بتونیم پاسخگو باشیم. شروع کنیم. صدا هست؟ خب ظاهرا صدا هست. بسیار خب. موضوع ما تیپرینگ، همینطور که گفتم تیپرینگ میشه تکنیک کاهش تمرین، یکی از موضوعات مهم و استراتژی های اصلی علم تمرینه که در واقع به اوج رسانی عملکرد قبل از مسابقه میپردازه. اهمیتی که داره اینه که تیپرینگ باعث کاهش خستگی تجمعی و افزایش عملکرد میشه و برای چه اشخاصی مناسبه؟ برای ورزشکاران حرفه‌ای که قصد دارن در مسابقات شرکت کنن و همینطور مربیانی که ورزشکارانی دارن که قراره به مسابقه بفرستن و همینطور حالا اگر کسی هم به صورت تفننی ورزش میکنه و قصد داره مسابقه بده میتونه از این تکنیک استفاده کنه. اما پیش از اینکه وارد مبحث تیپرینگ بشیم، من خواستم یه موضوعی رو توضیح بدم. حالا با توجه به اینکه دوستان به من گفتن که از هر سطحی ما شرکت کننده داریم، شاید این موضوع براتون یه موضوعی باشه که میدونید، ولی خب حالا به خاطر اینکه هممون توی یک صفحه باشیم و بدونیم داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم، من این توضیحات رو قبل از اینکه موضوع رو شروع کنم خدمتتون اعلام می‌کنم. ببینید، ما برای یه ورزشکاری که قصد داره در یک مسابقه شرکت کنه و انتظار داریم که این ورزشکار بتونه قهرمان بشه دیگه. این انتظاری که هر ورزشکاری توی روز مسابقهش از خودش داره. برای رسیدن به اون نقطه، ورزشکار یه برنامه ورزشی داره. حالا احتمالاً مربیش براش یه برنامه ورزشی درست میکنه که حالا میتونیم بهش بگیم برنامه سالانه ورزشی. توی این برنامه قراره که ورزشکار طی یک بازه زمانی مشخصی تمرینات مشخصی رو شروع کنه، آمادگی‌های جسمانی تخصصی و عمومی خودش رو به اندازه بالا ببره که بتونه به اون آمادگی برسه و در واقع توی روز مسابقه در اوج عملکرد خودش باشه. من اینجا در واقع براتون یه نمونه از یه برنامه سالانه ورزشی آوردم. همونطور که می‌بینید این یک جدولی که توی اکسل طراحی شده و یه سری ماه داره، روزای ورزشی، روزای تمرینی رو داره و مشخصاتی رو داره که حالا نسبت به این برنامه که مختص یک اسپرینتر یا دونده سرعتی در سال 2004 المپیک شرکت کرده، این برنامه این شخصه. نسبت به اینکه این ورزشکار چه نیازهایی رو داره برای رسیدن به اون اوج عملکرد خودش، خب ما یه سری آمادگی جسمانی عمومی داریم که برای ورزشکار تقویت میشه. یه بخشی آمادگی جسمانی تخصصی که دقیقاً مختص اون رشته هستش و توی اون برنامه تقویت میشه. بعد از اون وارد بحث در واقع پیش مسابقه میشه که یک فاز پیش رقابتی. اونجا دیگه تمرینات ورزشکار به سخت‌ترین و بالاترین اوج خود تمریناش میرسه و بعد از اون دیگه میرسیم به تیپرینگ. در واقع تیپرینگ توی این برنامه سالانه میشه وقتی که ورزشکار تمرینات خودش رو با نظم و انسجام انجام داده و به یک آمادگی رسیده و اصولاً حالا میشه در واقع 1-2 هفته یا شاید 3 هفته قبل از مسابقه و به محض اینکه به این نقطه رسید تیپرینگ رو میتونه شروع بکنه. حالا من اینجا 2 تا دیگه برنامه براتون آوردم که ببینید که برنامه سالانه میتونه تو هر رشته ورزشی باشه. این یه برنامه سالانه برای یک ورزشکاری که پاور لیفتینگ انجام میده،
و این هم یه برنامه سالانه برای یک دونده استقامتیه. چیزی که تو همه اینا مشخصه اینه که یک برنامه وجود داره که ورزشکار ما رو برسونه به نقطه‌ای که بخواد در اوج عملکرد و آمادگی خودش باشه. غیر از این موضوع، حالا باز تا قبل از ورود به تیپرینگ یک موضوع دیگر رو هم با هم مرور کنیم. ببینید تمرین، ریکاوری و سازگاری، این میشه در واقع یک منحنی که ورزشکار رو میرسونه به اوج عملکرد خودش. به این منحنی سوپر کامپنسیشن یا بیش جبرانی هم میگن. در واقع به این صورته که ورزشکار میاد شروع میکنه به تمرین کردن، یه مقداری در واقع محرک ورزش که یک استرس فیزیولوژیک برای بدن محسوب میشه باعث میشه که ورزشکار دچار خستگی بشه. بعد از طی این مرحله، نمیدونم شما پوینتر منو میبینید اگر که نشون بدم روی صفحه؟ خب ببینید تو این مرحله محرک ورزش شروع شد، پس ورزشکار ورزش خودش رو شروع کرد. اینجا مرحله‌ای که در واقع بعد از اتمام یک جلسه تمرینی ورزشکار خسته شده و میبینید که عملکردش یه مقداری افت کرده. در واقع این پروسه سازگاری بدن ورزشکار با تمرینه. اینجا جایی که ریکاور میشه ورزش توسط تغذیه، خواب، مکمل، هر چیزی ریکاور میشه و به یک سطحی از آمادگی میرسه که اینجا رو ما در واقع اسمش رو میذاریم سوپر کامپنسیشن یا بیش جبرانی. در واقع بدن که یک سیستم هوشیار و هوشیار فیزیولوژیکه میدونه که یک فشاری به بدن اومده و حالا به خاطر اینکه بتونه برای تمرین بعدی آماده بشه و این فشار به بدن کمتر تحمیل بشه، دچار بیش جبرانی میشه. این در واقع پروسه‌ای که طی میکنه توی هر جلسه تمرینی تا فیتنس یا در واقع اون آمادگی جسمانیش بیشتر بشه. حالا من یه بخشی از این تمرین، یعنی یک جلسه تمرینی رو بیشتر باز کردم توی این نمودار که بتونیم اینجا با هم دیگه ببینیم که یک جلسه تمرینی برای اینکه ورزشکار رو به اون بیش جبرانی برسونه به چه صورتی هست. ببینید اینجا یک منحنی رو می‌بینید که اینجا عملکرد رو داریم و در طی زمان خط بنفش رو اگه با من فالو کنید یک تمرینیه که پرشدت انجام شده، خیلی شدت تمرین زیاد بوده، پس خستگی ورزشکار خیلی زیاد بوده و ریکاوریش هم خیلی طول کشیده تا برسه به اون نقطه بیس خودش. خب این پس میشه یه جلسه‌ای که ورزشکار توش دچار بیش تمرینی شده. خط زرد اگر با من فالو کنید این جلسه‌ایه که یک جلسه تمرینیه که ورزشکار خیلی فشار تمرینی بهش نیومده، پس خستگی زیاد نبوده با اینکه زود ریکاور شده و یه بیش جبرانی خیلی کمی رو هم نسبتا متوسطی رو هم تجربه کرده. در واقع میاد و میرسه به یه حدی، ولی این خط وسط خطیه که ورزشکار با یک تمرین مناسب خودش تونسته خستگی و ریکاوری رو به حدی برسونه که بالاترین حد سوپر کامپنسیشن یا بیش جبرانی رو داشته باشه. پس در رابطه با بیش جبرانی من یه توضیح دیگه بدم که بدن به صورت فیزیولوژیک میاد و در واقع یه سری از مکانیزم‌های فیزیولوژیک رو فعال میکنه، مثلا ذخیره گلیکوژن افزایش پیدا میکنه، آنزیم‌های اکسیداتیو اضافه تر میشن و یه سری اتفاقات دیگه که اینا همه باعث میشن که ورزشکار بتونه بیش جبرانی یا سوپر کامپنسیشن رو تجربه کنه و از طریق همین روش بتونه کم کم عملکردش افزایش پیدا کنه و هر بار با فشار تمرینی بیشتر بتونه اون فشار رو راحت‌تر تحمل کنه و به هر حال پیشرفت کنه. این پس کلیاتی بود که من خواستم بهتون بگم که حالا با این کلیات ما برسیم به یک تعریف علمی از تیپرینگ. تیپرینگ میشه کاهش سیستماتیک حجم تمرین با حفظ کیفیت که در واقع ما در یک بازه زمانی مشخصی انجام میدیم که ورزشکار رو بتونیم به اوج عملکرد خودش برسونیم. در واقع اگر که ورزشکار بیاد و آماده مسابقه بشه ولی تیپرینگ رو انجام نده، بدون اجرای تیپرینگ اون بیش جبرانی یا سوپر کامپنسیشن که الان راجبش توضیح دادیم نیمه کاره میمونه و اون کار تیپرینگ اینه که حجم تمرین رو میاد برای 2 هفته، 1 هفته، یک بازه زمانی کوتاه قبل مسابقه حجم تمرین رو کم میکنه تا سازگاری‌های فیزیولوژیک به سقف تمرینیشون برسن و پیک عملکردی برای
ورزشکار ایجاد بشه. این سازگاری‌های فیزیولوژیک شامل ریکاوری عصبی عضلانیه، شامل پر شدن ذخایر گلیکوژن و کاهش التهاب بدنه. پس اینها در واقع میشه اصولی که برای تیپرینگ انجام میشه تا ما رو به این نقطه برسونه. و 3 اصل تیپرینگ، یکی کاهش حجم تمرینه، یکی کنترل شدت تمرین و سوم ثابت نگه داشتن فرکانس تمرین. خب اینجا من یه صحبتایی دارم میبینم که میشه تصویر رو بچه‌ها من خودم روشن نکردم، تصویر نداریم، فقط با صدا هستیم، ولی PDF رو که دارید، PDF باشه و صدای من، یعنی از حرف من همه چی درسته. بسیار خوب. خب پیش شرط های تیپرینگ چی هستش؟ پیش شرط های تیپرینگ یکی اینه که ما حتما تیپرینگ رو برای یک مسابقه بخوایم انجام بدیم. اگر که مسابقه‌ای در پیش نباشه انجام تیپر بیفایده است. یعنی خب شما یعنی در واقع نظم و انسجام تمرینیتون رو کم می‌کنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به یک اوج عملکرد برسید و مسابقه بدید دیگه. پس در نتیجه یکی از پیش شرطاش اینه که حتما منتهی بشه به مسابقه. و پیش شرط دومش اینه که حتما اون آماده سازی، اون برنامه تمرینی که بهتون نشون دادم رو بتونید ورزشکار در واقع انجام بده. و اگر که این دوره آماده سازی انجام نشه، عملاً تیپرینگ هم نمیتونه اون عملکرد خودش رو داشته باشه. و من یه توضیح هم بدم، ممکنه سوال پیش بیاد که تیپرینگ یعنی بی تمرینی. نه، تیپرینگ فعاله و شامل یه سری تمرینات با شدت بالا میشه، ولی قرار حجم تمرین کم بشه تا عملکرد ورزشکار حفظ بشه و بتونه به اون سقف فیزیولوژیک خودش برسه. پس تیپرینگ بی تمرینی یا استراحت کامل نیست، به خاطر اینکه اگر قرار باشه که 2 هفته، 1 هفته قبل از مسابقه ورزشکار استراحت کامل کنه و دست از تمرین بکشه، ممکنه یه سری از اون سازگاری‌های تمرینی و پیشرفتایی که کرده رو از دست بده. اما برسیم به یک تاریخچه از تیپرینگ. تیپرینگ از دهه 50 و 60 میلادی انجام شد. البته من یه چیزی رو بگم قبل از اینکه اینو بخوام بگم. ببینید کلا ورزش از بدو تاریخ وجود داشته دیگه. ما همیشه دیدیم در تاریخ که ورزش انجام می شده، ولی علم ورزش سنش حدوداً 100 و خورده ساله. یعنی 100 ساله که محققا و دانشمندا و مربیان تونستن به یه نقطه‌ای برسن که ورزش رو تبدیل کنن به یک علمی که قابل اندازه‌گیری، قابل سنجش و قابل اطلاعات و داده‌هاش قابل تجزیه و تحلیل باشن. این در رابطه با ورزشه و تیپرینگ هم از این قاعده مستثنا نیست. تیپرینگ در واقع از دهه 50-60 میلادی هم انجام می شده توسط مربیانی که به صورت تجربی کار می‌کردن و توسط مربیان خصوصا دو میدانی و شنا و دوچرخه سواری. این چیزی بوده که تو دهه 50 و 60 انجام می‌شده و کم کم توجه مربیان جلب شده که پس اگر که یه دوره کوتاهی قبل از مسابقه ما تمرین رو کم کنیم، در واقع تیپر رو انجام بدیم، ورزشکار نتیجه خوبی میگیره. و یکی دیگه این که توی همون دوره یه دونده از چک به اسم امیل زاتوپک طی یه حادثه‌ای دچار بی‌تمرینی میشه و 2 هفته پیش از مسابقات خودش در بیمارستان بوده و خب در کمال تعجب می‌بینم که بعد از 2 هفته که مرخص میشه و میره مسابقه شرکت میکنه، در 5000 متر و 10000 متر قهرمان میشه. و این در واقع توجه مربی‌ها رو به این نکته جلب میکنه که احتمالاً یه موضوعی وجود داره، چون حالا تا قبل از اون اینطوری بوده که دقیقاً تا روز تمرین ورزشکارا تمرین میکردن. پس این نکته از اینجا شروع میشه. توی دهه 70 و 80 میلادی اولین موج مطالعات سیستماتیک شروع میشه و خب کم کم میان و مطالعه میکنن، خصوصا توی ورزش‌های استقامتی مثل همون شنا، دو میدانی و دوچرخه سواری، و میبینن که بله این یک چیزی که وجود داره و ظاهرا کار میکنه. نقطه عطف این تلاش‌ها در دهه 90 که کمی‌سازی
پویایی‌های تیپرینگ شروع میشه با یک مدل ریاضی به اسم بنیستر. در واقع این مطالعات نشون میده که پس ما یک مدل ریاضی داریم که خستگی و پرفورمنس رو داره و مادامی که ما بتونیم خستگی رو کاهش بدیم، عملکرد ورزشکار میتونه افزایش پیدا بکنه. و از 2000 به بعد متاآنالیزهای متعددی در این زمینه منتشر میشه و یکی دیگه از اتفاقات خوب که سال 2007 کتاب تیپرینگ توسط انیکو موهیکا یا موژیکا که توی ایران بهش میگن موژیکا چاپ میشه و این کتاب پر از مطالعاتیه که این هر کسی که در واقع راجع به تیپرینگ بررسی کرده داخلش موجوده. من توصیه میکنم که اگر هر کسی که چه خودش مسابقه میده چه ورزشکاری داره که مسابقه میده حتما این کتاب رو مطالعه بکنه. بعد از 2010 هم خب مطالعات همچنان ادامه داره، مطالعات سلولی مولکولی فیزیولوژی که راجع به تیپرینگ شروع میشه و مدل‌های ریاضی پیچیده‌تر استفاده میشه و متوجه میشن که تیپرینگ چیزی بیشتر از اینه که فقط خستگی تجمعی رو کاهش بده و در سطح سلولی و مکانیزم‌های سلولی که وجود داره، در واقع سیگنالینگ‌های سلولی که وجود داره تغییراتی رو باعث میشه که میتونه به یک نتیجه عالی ورزشکار ما رو برسونه. و تا امروز که همچنان تحقیقات ادامه داره و کلا موضوع تیپرینگ موضوعی که خیلی موضوع جذابیه برای محققین ورزشی که بخوان روش کار کنن و حتی توی کشور خود ما هم این که بخواد توی تیم‌های مختلف بررسی بشه که چطور تیپرینگ رو انجام میدن و چه تیم‌ها چه ورزش‌های انفرادی و چطور نتیجه میگیرن، فضای خیلی مناسبیه برای تحقیق و بررسی. سه تا از همین کتاب آقای موژیکا من سه تا از شاگرداشون آوردم که نتیجه گرفتن به خاطر هم تیپرینگ و هم برنامه ورزشی که داشتن. یکیش هکتوریانوسه که در مسابقه آیرونمن 2007 با وجود اینکه دوچرخش خراب میشه و مجبور 180 کیلومتر رو با یک دنده رکاب بزنه، ولی مسابقه رو تموم میکنه و به مقام هفتم میرسه. اینجا در واقع ما به اون قدرت این علم تمرین، اینکه چطور این ورزشکار تمرین داده شده و به این نقطه رسیده، بعد با تیپرینگ درست به اوج توانایی ذهنی و فیزیولوژیک بدنش رسیده که تونسته یه همچین چالشی رو اثر بگذرونه و به مقام هفتم برسه. حالا همینطور اینکوریانوس که برادر همون شخص قبلیه توی همون مسابقه در نتیجه اجرای درست تیپرینگ مسابقه رو میبره و اینجا هم باز میبینیم ایشون هم باز یکی دیگه از شاگردای خود آقای موژیکاست و میبینیم که چقدر میتونه تیپرینگ و در واقع یک مربی که تخصصی کار میکنه میتونه نتایج درخشانی داشته باشه. و مورد سوم هم خانم آینوا موروماس که ایشون هم جزو شاگردان آقای مویکاس و به دلیل یک اتفاقی که براش میفته یه مدتی از تمرین دور بوده، یه بیماری میگیره و یه مدتی بی تمرینی رو تجربه میکنه، ولی در بازگشت حالا با برنامه دقیقی که اجرا میکنه و بهره گیری از تیپرینگ میتونه قهرمان تریاتلون بشه و 2 مقام کسب کنه. پس تیپرینگ اینطور که میبینیم فقط برای ورزشکار سالم نیست و حتی بعد از بیماری یا افت عملکرد هم میتونه ورزشکار رو به اوج خودش برسونه. برسیم به این که احتمالاً الان براتون این سوال پیش اومده که چه مدل هایی از تیپرینگ وجود داره. مدل های تیپرینگ حالا همینطور که توی این شکل هم مشاهده میکنید درصد در واقع ورزش نرمال رو نشون میده اینجا و اینجا ما روزهای تیپر رو داریم. خب روزهایی که تیپر میکنه ورزشکار. تا اینجا که در واقع یک خط توسی رو میبینید، ورزشکار فرض رو بر این میذاریم که تمرینات خودش رو که خیلی هم پرفشار بوده تا اینجا به صورت نرمال انجام داده و اینجا میبینیم که در واقع رو 90% تمرین بوده. خب از اینجا تیپر رو شروع کرده. حالا مدل هایی که از تیپر وجود داره یکی مدل خطیه، بهش میگن لینیر تیپر یا مدل خطی که کاهش یک نواخت بار تمرینی رو داریم. همونطور که میبینید مثلا از روز 1 تا روز 14 تو 2 هفته تیپر رو به صورت کاهش خطی و یک نواخت انجام داده. مدل بعدی مدل نمایی هست یا اکسپوننشال
که به دو صورت کند و تند، یعنی نمایی کند که با یه شیب کاهش تدریجی با شیب ملایم انجام میشه، یا تند که در واقع تو هفته اول یه شیب شدیدی رو داره و بعد در واقع میاد و میرسه به هفته دوم. این مدل دوم از تیپرینگ هست. و مدل سوم استپ تیپر. استپ تیپر میشه مدل پله‌ای که کاهش ناگهانی حجم تمرین، یعنی از همون روزی که تیپرینگ رو شروع کرده با آورده رو 30% تمریناتو و تا انتهای دوره تیپر همین رو طی کرده. اینها مدل هایی هست که برای تیپرینگ وجود داره، ولی غیر از اینها برای ورزشکارای تیمی یا حالا یه سری از ورزشکارا بسته به سلیقه مربی میتونه مدل ترکیبی یا نان لینیر هم استفاده بشه که این در واقع ترکیب چند الگوه برای اینکه بتونن شخصی سازی کنن پروسه تیپرینگ رو. و همینطور راجع به بازه‌های زمانی که گفتم اینجا 2 هفته رو نشون میده. کلا تیپرینگ میتونه تو بازه‌های مختلف زمانی اجرا بشه، میتونه کوتاه مدت باشه 4 تا 7 روز، حتی 2 روز هم حالا نسبت به یه شرایط خاصی میتونه باشه. میان مدت رو داریم 8 تا 14 روز و تیپرینگ طولانی مدت رو داریم که 15 تا 28 روز میتونه طول بکشه. اینجا من یه مطالعه رو آوردم روی ورزشکاران، در واقع شناگران نخبه. یه تستی شده و دیدن که در طی 2 مدل تیپر که اینجا مشاهده میکنه توی این مربع کوچیک، به محض اینکه ورزشکار تمرینات خودش رو در واقع شروع میکنه انجام میده و دوره تیپر رو با 2 مدل مختلف 2 فاز، یعنی همون در واقع نمایی و لینیر خطی انجام میده، 2 نتیجه مختلف رو گرفته و در واقع ملاحظه شده که تیپر نمایی روی ورزشکاران در واقع شناگران نتیجه بهتری داشته. و همینطور در رابطه با استپ تیپر یا همون تیپر پله‌ای، در حالی که مطالعات نشون میدن که عملکرد رو میتونه 1 تا 1.5% افزایش بده، ولی مدل تیپر نمایی که حالا همون حالتی که بهتون نشون دادم میتونه 4 تا 5% عملکرد رو مشخص بکنه. خب ببینیم که چی شده. موس مشخص نیست. ببینم. الان چی؟ الان مشخصه؟ خب بذارید پس من یه بار دیگه بگم. صفحه قبل رو که دیدیم ما در واقع 3 تا مدل خطی، نمایی و استپ تیپر رو داشتیم. چیز زیادی رو نشون ندادم تا الان. این هم که در واقع شناگران نخبه که یک ورزش رو در واقع همون شنا رو انجام دادن تو دوره تیپر، 2 مدل تیپر بررسی شده. این دوره که تیپرش رو انجام داده که آورده توی این نمودار و می‌بینیم که این دوتا با هم فرق دارن. تیپر نمایی روی ورزشکارانه در واقع شناگران نخبه بهتر جواب داده. خب بریم سراغ یه تصویری که این تصویر رو من خیلی دوست دارم و فکر کنم که تا اینجای بحث اگر که هر ابهامی هم براتون وجود داشته باشه با این تصویر میتونه از بین بره. ببینید ما اینجا این خط رو داریم که در واقع آمادگی ورزشکار برای در یک دوره زمانی تیپر رو ملاحظه میکنید و ترینینگ والیوم، حجم تمرینش. خب این خط آمادگی ورزشکاره که میبینید که یه پیکی داره و بعد هم میاد پایین. پس وقتی ما میگیم که ورزشکار در اوج عملکرد خودش باشه، یعنی میخوایم تو این نقطه‌ای باشه که ورزشکار میره و روز مسابقهشه. خب این از این. اینجا ما این خطی که میبینید خط خستگیه. خستگی یه ماهیتی داره که ما به محض اینکه در واقع تیپر رو شروع میکنیم و حالا خیلی زود فروکش میکنه و میاد پایین. خب پس این خطیه که خستگی ورزشکاره و فرض میگیم که این ورزشکار الان تو یه هفته اینجا 7 روز تیپرش هستش. خب این خطیه که تیپر انجام شده که همونطور که میبینید تیپر به صورت نمایی و یه شیب ملایمی در واقع انجام شده و حجم تمرین کم شده. این هم میشه خطی که فیتنس ورزشکار، حالا مثلا فرض بگیریم دیوتومکس ورزشکارانه، بستگی به اینکه این ورزشکار چه
آمادگی داره، آمادگی رو می‌بینیم که توی تیپر خیلی کاهش پیدا نکرده، ولی از اینجا دیگه داره کم کم آمادگی مشخص، آمادگی جسمانی مشخص ورزشکار داره کم میشه. پس اینجا نقطه‌ای که اگر که هر مربی بدونه که ورزشکار رو چه شکلی تو این نقطه نگه داره، این میشه در واقع اون موفقیتی که تونسته کسب کنه و از تیپرینگ بهره برداری بکنه. خب و یه توضیح دیگه بدم. ببینید اینجا می‌بینید عملکرد ورزشکار اینجاست. چرا از اول پایینه تو دوره تیپر؟ به خاطر اینکه تمرینات خیلی خیلی سنگینی رو انجام داده و توی فشار خیلی زیادی بوده و فرض می‌گیریم که الان 1 هفته مونده به مسابقه. تو این شرایط وقتی که تمرین میاد حجمش کم میشه با تیپر، کم کم می‌بینید اون سازگاری‌های فیزیولوژیک داره انجام میشه، همون ریکاوری عصبی عضلانی که بهتون گفتم، همون در واقع خستگی تجمعی کاهش پیدا میکنه و ذخایر گلیکوژن بالا میرن و در نهایت به نقطه میرسونن که ورزشکار روز مسابقه بتونه در اوج آمادگی خودش باشه. برسیم به اثرات فیزیولوژیک و روانی تیپرینگ. ولی تا قبل از این من میخوام ازتون خواهش کنم اگر هر سوالی دارین که تا اینجا هر موضوعی بوده که براتون شفاف نبوده، اینو با هم بررسی کنیم و بعد وارد مبحث بعدی بشیم. خب مرسی. راجع به زمان تیپرینگ میگم بهتون جلوتر زمانها رو. من چطوری میتونم اینو بزرگتر کنم که پیام‌های بیشتری رو ببینم؟ حجم تمرین کم میشه، شدت حالا نسبت به اینکه تو چه ورزشی مد نظره یا ثابت نگه داشته میشه یا یه مقداری کم میشه، خیلی رو شدت دستکاری انجام نمیشه. برای فرد مبتدی رو هم جلوتر اسلایدی هست که توضیح میدم بهتون. PDF رو من برای همکاران ارسال کردم، حالا اینکه چطور به دستتون میرسه رو از خودشون سوال کنید، از آقای نوبخت، ولی برای PDF مشکل نداره، میتونید داشته باشید. بله، اون فرد که توی بیمارستان بوده استراحت مطلق داشته، ولی میدونید چی قضیه اینه که مثلا تا قبل از این تصور بر این بوده که باید ورزشکار تا روز قبل مسابقه تمرینات خیلی سنگینی رو انجام بده، حالا چه تکنیک، چه تمرین مهارتی، چه در واقع تمرین بالا بردن آمادگی جسمانی، ولی بعد به این نقطه میرسن که حالا با اون اتفاقی که افتاده متوجه میشن که پس اگه یک بریک کوتاهی داده بشه به این تمرینا میتونه نتیجه بهتری گرفته بشه و بعد کم کم بررسی کردن و به این مطالعات نشون داده که بی تمرینی نیست که عاملشه، این در واقع بهترین نتیجه تو شرایطی که حجم تمرین کم بشه ولی شدت حفظ بشه. خب چی بود؟ اگر برای مسابقه نباشه، برای بدنسازی همون دیگه، یکی از پیش شرطایی که ما گفتیم برای تیپرینگ این بود که به مسابقه ختم بشه. ببینید شما اگر فقط برای یک بدنسازی به یک ورزشکار تفننی هستین و قرار نیست مسابقه بدین، اینکه بعد از یه دوره تمرینی تصمیم بگیرید که یه چند روز استراحت بکنید با تیپرینگ، با روش تیپرینگ مشکلی نداره. اتفاقا احتمالاً برای خودتون هم پیش اومده دیگه، مثلا تو شرایطی که یه سفری پیش اومده یا یه کاری براتون پیش اومده و نتونستید تمریناتتون رو با نظم قبلی انجام بدید و وقتی برگشتید بعد از 1-2 هفته یا چند هفته به زمین تمرین متوجه شدید که اتفاقا عملکرداتون کم نشده، یعنی اون آمادگی جسمانی رو دارید همچنان و دارید خوب عمل میکنید، اتفاقا بهتر شدید. این همون حالت تیپرینگی که برای
افراد مبتدی انجام میشه، ولی خب ما داریم در رابطه با افرادی صحبت میکنیم که 1 سال از زندگیشون یا حتی شاید بیشتر رو میذارن که توی برهه توی یک روز مشخص به اوج عملکردشون برسن و قهرمان بشن. در نتیجه تو اون شرایط خیلی مهم میشه که این جزئیات چقدر مهمه، ولی برای خب ورزشکاری که تفننی ورزش میکنن نه دیگه، خیلی فرق نمیکنه، یعنی خیلی اونجا تفاوتی ایجاد نمیکنه. تفاوتش با دیلود اینه که دیلود حجم تمرین به صورت ناگهانی یه مقداری کم میشه تو حجم تمرین، یعنی حجم و شدت تمرین کم میشه، ولی تیپرینگ حجم کم میشه، شدت میمونه. برای شکستن رکورد هم بعد دیگه به هر حال میگم نشون داده شده که حتی تا 4-5% میتونه باعث افزایش عملکرد ورزشکارمون بشه. خب دیگه من بعد در ورزش‌های گروهی هم تیپر داریم، جلوتر میگم. بله حتما یه نمونه رو میگم که متوجه بشید. خب پس از صحبتی که تا اینجا کردم سوالی نبود. حالا بقیه اسلایدها توضیحات خیلی دقیق‌تر میشه. ببینیم که چه اثرات فیزیولوژیکی تیپرینگ داره. همونطور که بهتون گفتم قراره که ما به سقف ورزشکار رو به سقف فیزیولوژیکش برسونیم دیگه. این سقف فیزیولوژیک هم توی شاخصهای قلبی عروقی ورزشکار دیده میشه، هم تو عملکرد عصبی عضلانی ورزشکار و هم روی مارکرها و یا شاخصهای ایمنی و التهابی ورزشکار اثر داره. اینکه ویژگی ورزش اون شخص، حالا داره استقامتی تمرین میکنه ورزشکارمون، قدرتیه یا ورزش‌های تیمیه، رزمیه، هر چیزی باشه ویژگی‌های تمرینی خودش رو داره دیگه. خب مثلا ما افزایش VO2 max یا حداکثر اکسیژن مصرفی رو که اینجا می‌بینیم تیپرینگ باعثش میشه، خب توی ورزشکاران استقامتی منظوره، یا کاهش ضربان قلب استراحتی میتونه احتمالاً برای ورزشکاران استقامتی باشه. بهبود ظرفیت بافری عضلات یعنی چی؟ یعنی که در واقع اون اسید لاکتیک یا حالا حالت اسیدی بدن برطرف میشه تو دوره تیپرینگ و ورزشکار میتونه یه مقداری راحت تر مسابقه بده، در واقع ظرفیت بافریش افزایش پیدا میکنه. افزایش فعالیت‌های آنزیمایی اکسیداتیو یعنی چی؟ ببینید ما در واقع یه سری آنزیم‌هایی رو داریم برای ورزشکار که ورزشکار در طی اون تمرین‌های پرفشاری که انجام میده بدن حالت فیزیولوژیک بدن این شکلیه که این آنزیم‌ها رو بیشتر ترشح میکنه، در نتیجه اکسیژن رسانی بیشتر میشه و در واقع به نقطه‌ای میرسه که ورزشکار کمتر خستگی رو احساس میکنه. همینطور بهبود حساسیت انسولینی و ذخیره گلیکوژن. همونطور که گفتم توی تمرینات پرفشار احتمالاً این ذخایر گلیکوژن فرصتی نداشتن که بخوان جبران بشن و اینجا با این دوره تیپر، با این مکس کوتاه میتونن این ذخیره ها پر بشه و عملکرد رو بهتر بکنه، در نتیجه باز خستگی دیرتر اتفاق بیفته. همینطور موارد دیگه مثل بهبود آستانه لاکتات، کارایی قلبی در انتقال اکسیژن، افزایش حجم ضربه‌ای. توی عملکردهای عصبی عضلانی هم که این بیشتر البته نه کاملا نه ولی بیشتر به ورزشکاران قدرتی مربوطه، همون کاهش خستگی مرکزی، بهبود هماهنگی عصبی و افزایش قدرت انفجاری و سرعت واکنش برای ورزشکار. در مارکرهای ایمنی و التهابی هم به طور کل چون ورزش یک استرس فیزیولوژیک هستش برای بدن، با دوره تیپرینگ اون مارکرهای التهابی مثل اینترلوکین 6، TNF آلفا و CRP کاهش پیدا می‌کنن. حتی مطالعات نشون داده که کراتین کیناز که یک شاخص آسیب عضلانی هست هم توی دوره تیپر کم شده و اینا همه فاکتورایی هستن که کمک میکنه ورزشکار بتونه خودش رو بازیابی کنه و به همون اوج عملکردی که ما انتظار داریم برسه. همینطور بهبود عملکرد سیستم ایمنی، مطالعات نشون دادن که سیستم ایمنی ورزشکار تو دوره تیپرینگ عملکردش بهبود پیدا میکنه و خطر ابتلا به بیماری‌های ویروسی هم کاهش پیدا میکنه. حالا میرسیم به اثرات روانشناختی تیپرینگ. به هر حال این موضوع روانشناسی رو نمیشه نادیده گرفت. ما مطالعات نشون دادن که در دوره تیپر به خاطر همون تمرینات پرفشاری که ورزشکار انجام داده
حالا تو دوره تیپر به خاطر اینکه حجم تمرین کم میشه، کاهش خشم، افسردگی، خستگی، افزایش نشاط و انرژی، اعتماد به نفس رو داره، کاهش تنش و اضطراب رو میتونه تجربه کنه و همینطور کیفیت خواب ورزشکار بهبود پیدا میکنه و داره دچار ریکاوری ذهنی میشه. و همینطور یه سری مطالعات نشون دادن که ورزشکارانی که انگیزش درونی بالاتری کلا دارن، پاسخ خیلی بهتری به تیپرینگ میدن. و موضوع بعدی هم اضطراب رقابتیه که خب اضطراب ورزشکار میتونه کم بشه، اما بذارید یه مقداری دقیق‌تر صحبت کنیم. ما داریم راجع به یک ورزشکاری صحبت میکنیم که همونطور که گفتم 1 سال از زندگیش احتمالاً گذاشته برای اینکه در روز مسابقه بدرخشه و خب اینکه یهو بیایم به این ورزشکار بگیم که تو 2 هفته یا 1 هفته تمرینتو کم کن قبل از مسابقه، ممکنه شوکه بشه دیگه. یا اگر که ورزشکار یعنی حالت کمالگرا داشته باشه، نگرانیش افزایش پیدا میکنه، یعنی مثلا نگران میشه. اینجا نقش مربی خیلی پررنگه. اگر یک مربی متخصصی با یک مربی متخصصی کار میکنه که اون برنامه تمرینی رو یه جوری براش چیده و تا اینجا یک جوری آمادهش کرده که حالا ازش میخواد که تو این 2 هفته باز به مربیش اعتماد کنه و حجم تمرینش رو کم بکنه، اینجا جایی که نقش مربی خیلی پررنگ میشه و میشه مدیریت کرد. ولی باز هم موضوعی که وجود داره اینه که تیپرینگ رو خیلی نمیشه رو کاغذ آورد بگیم این مدله، فقط این چند مدله و هر ورزشکاری، شما شناگری اینجوری تیپر کن، شما فوتبالیستی اینجوری تیپر کن. نه، باز هم خیلی برمیگرده به اینکه روحیات ورزشکار چطوره، سطح آمادگیش چطوره، چطور تمریناتش رو طی کرده و به کجا رسیده. و به خاطر همینه که یه سری از محققین در واقع روانشناسای ورزشی اتفاقا توصیه میکنن که تیپرینگ شخصی سازی بشه. ولی خب به هر حال این مطالعات هست دیگه، میتونن با بهره گیری از اون مطالعات بیان و حالا یه مقداری هم تا حدودی شخصی سازی کنن و با توجه به حالات روانی اون ورزشکار بخوان که تیپرینگ رو پیش ببرن. حالا ما در واقع به خاطر اینکه ورزشکار رو به حال خودش ول نکنیم و ببینیم که از لحاظ روانی داره چه پروسه‌ای رو طی می‌کنه، براش یه سری ابزارهای ارزیابی روانی هم داریم، مثل پرسشنامه پومز که حالا یه پرسشنامه خیلی دقیق ویژگی‌های روانی که بررسی می‌کنه که آیا ورزشکار تو چه شرایطی به سر میبره، علاوه اضطراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و فاکتورهای دیگه. همینطور ما مقیاس RPE رو داریم که درک فشار و خستگی ورزشکار رو میتونیم باهاش بسنجیم و غیر از اون مسابقه‌های روانشناختی با ورزشکار هم میتونه مربی رو مطمئن کنه که ببینه که در واقع تو چه فاز روانی به سر میبره ورزشکار. غیر از اون ما یه سری مداخلات روانشناختی مکمل رو هم داریم که میتونه کمک کنه که ورزشکار رو آماده تر کنه، مثل تصویرسازی ذهنی مثبت، تمرینات تنفس و آرامسازی، گفتگوی درونی سازنده که پیشنهاد بشه به ورزشکار و همینطور جلسات مشاوره با روانشناس ورزش. اینا میتونن ابزارهایی باشن که به ما کمک کنن که حالا در واقع ورزشکارمون رو بتونیم راحت‌تر توی این پروسه تیپرینگ همراهی کنیم و به نتیجه دلخواه برسونیمش. غیر از اینا من توی در واقع فاکتورهای فیزیولوژیک که گفتم اونجا هم باز یه سری ابزارهای پایش یا ارزیابی فیزیولوژیک هم ما داریم. مثلا میتونیم ضربان قلبش رو چک کنیم، VO2 مکسش رو چک کنیم. حالا بسته به اینکه ورزشکار داره چه ورزشی انجام میده، اون فاکتورهای مخصوص به مختص خود ورزشکار رو بسنجیم و ببینیم که تو چه شرایطی هست و به عنوان مربی خیلی خوبه که اینا رو بدونیم. بریم سراغ این که سوالایی که داشتید، این که تیپرینگ تو رشته‌های مختلف چطور هستش. با ورزش‌های استقامتی شروع می‌کنیم. خب توی ورزش‌های استقامتی چیزی که در واقع لازمه برای یک ورزشکار ظرفیت حوازی بالا، اینکه تحمل خستگی رو بتونه برای مدت زمان طولانی داشته باشه و عملکردش رو توی مدت طولانی تمرینش، حالا مسابقهش، بتونه حفظ بکنه. پس تیپرینگ باید برای این افراد جوری طراحی بشه که سازگاری‌های حوازیشون حفظ بشه و خستگی کاهش پیدا کنه. حالا در واقع من یه سری از اهداف تیپرینگ رو توی ورزش‌های استقامتی اینجا لیست کردم.
کاهش خستگی تجمعی، حفظ یا بهبود ویوتومکس یا همون حداکثر اکسیژن مصرفی، افزایش کارایی متابولیک، بهبود روانی و انگیزه ورزشکار و همینطور رسیدن به پیک عملکردی در روز مسابقه. این اهدافی هستش که تیپرینگ دنبال میکنه توی ورزش‌های استقامتی و مؤثرترین مدل‌های تیپرینگ برای این رشته‌های ورزشی مدل نمایی کند و خطیه با کاهش حجم 40 تا 60% تمرین. این نتیجه‌ای که مطالعات به ما نشون میدن و حفظ شدت تمرینات کلیدی خیلی ضروریه. در واقع توصیه هایی که برای طراحی تیپر برای ورزش‌های استقامتی میشه اینه که در 2 هفته پایانی پیش از مسابقه حجم تمرین تا 50% کاهش پیدا بکنه، تمرینات اینتروال و آستانه ورزشکار حفظ بشه، اون شدت تمرینات اینتروال و تمرینات آستانه‌اش حفظ بشه، استفاده از تمرینات کوتاه اما شدید برای تحریک‌های عصبی توصیه میشه و پایش HRV در واقع حجم ضربان قلب، لاکتات و خلق برای تنظیم برنامه اینا پایش بشه به صورت مداوم توسط مربی پایش بشه. 2 تا مطالعه آوردم که از همون کتاب آقای موژیکا آوردم براتون که نشون میده که برای دوچرخه سوارا کاهش حجم 67% با حفظ شدت منجر به افزایش عملکرد دوچرخه سوارا شده. یا مثلا با یک تیپرینگ 2 هفته‌ای در شناگران نخبه زمان مسابقه و خستگی هم زمان مسابقه بهبود پیدا کرده و هم خستگی کاهش پیدا کرده. یکی از دوستان سوال کرده بود راجع به شنا، حتما این کتاب رو مطالعه کنید و کلا تحقیقات و مقالات آقای موژیکا رو دنبال کنید چون ایشون در واقع یکی از مربیاییه که تخصص شناه و در نتیجه شما میتونید خیلی از ایشون بهره بگیرید از تحقیقاتی که میکنن. بریم سراغ تیپرینگ در ورزش‌های قدرتی. در ورزش‌های قدرتی این رشته‌ها نیازمند تولید حداکثر نیرو در زمان کوتاه هستند. یعنی تیپر باید جوری طراحی بشه که خستگی عصبی کاهش پیدا کنه و قدرت انفجاری حالا یا تقویت بشه یا حالا اگه تقویت نمیشه کاملا حفظ بشه توی دوره تیپر. پس اهدافی که ما داریم یکی کاهش خستگی مرکزی و محیطی ورزشکاره، یکی حفظ یا افزایش قدرت انفجاریه، یکی بهبود هماهنگی عصبی عضلانیه، مورد بعدی افزایش آمادگی ذهنی و تمرکز و مورد نهایی که خیلی مشخصه رسیدن به پیک عملکردی در روز رقابته. حالا مدل‌های تیپرینگ موثری هم که مطالعات نشون دادن در ورزش‌های قدرتی مدل نمایی سریع و پله‌ای همون استپ تیپره که بالاترین اثر بخشی رو نشون دادن. در واقع کاهش سریع حجم تمرین با حفظ شدت بالا مطالعات نشون دادن که میتونه منجر به بازیابی عصبی و افزایش قدرت بشه. حالا توصیه‌هایی هم که برای طراحی تیپر در ورزش‌های قدرتی وجود داره اینه که حجم تمرین 40 تا 60% در 7 تا 10 روز پایانی پیش از مسابقه کاهش پیدا بکنه، حفظ تمرینات با بار بالا و سرعت بالا، استفاده از تمرینات شبیه سازی رقابتی و همینطور پایش شاخص‌های عصبی مثل EMG، Counter Movement Jump و HRV حالا بسته به اون رشته‌هایی که تمرین میکنن. و مطالعاتی هم که 2 تا مطالعه رو براتون آوردم، یکی بوسکت و همکارانش در 2007 نشون دادن که تیپرینگ نمایی سریع در دوندگان سرعتی منجر به بهبود رکورد 100 مترشون شده و همینطور مویکا و همکارانش در 2002 نشون دادن که حفظ شدت تمرین در وزن برداران باعث افزایش قدرت انفجاریشون شده. حالا اگه بخوام این مثال کاربردی هم از یک نمایی که یک تیپر چطور میتونه برنامه‌ریزی بشه در یک ورزشکار قدرتی بزنم به این صورته. در واقع ما یک تیپر 2 هفته‌ای رو برای این ورزشکار در نظر گرفتیم. توی هفته اول فقط حجم تمرین کاهش پیدا میکنه. به چه صورتی؟ این حجم کاهش حجم میتونه ست‌ها، تکرارها یا هر دوش باشه. در واقع یا ست‌ها یا تکرارها یا هر دو رو کاهش میدیم و اگر که در زمان پیش از تیپر 3 در 3 تمرین میکرده حجم در واقع
شدت تمرینش 3 در 3 بوده میشه 3 در 2 یا 2 در 3. این تو هفته اول تیپره. توی هفته دوم هم حجم و هم شدت کاهش پیدا میکنه، اما به چه صورتی؟ در نیمه اول هفته، 3-4 روز اول هفته فقط ما کاهش ست یا حالا رپ یا هر دو رو داریم، یعنی 3 در 2 میشه 2 در 2 و همچنان شدت حفظ میشه. ولی در نیمه هفته دوم دیگه اینجا ما اینتنسیتی رو هم 15 تا همون شدت رو هم تا 15-20% کاهش میدیم و اگر 2 در 2 بوده تمرین میشه 1 در 2 یا 2 در 1. این تصویر رو اتفاقا عمدن آوردم که ببینید که قراره چطور تمرین کاهش پیدا بکنه و پس این تمرین با این حجم کاهش پیدا میکنه و قرار نیست که ورزشکار بی تمرین باشه یا اینکه یهو تمرین رو به شدت خیلی زیادی کم کنه. این کاهش حجمی که ازش صحبت میکنیم یه همچین تصویری داره. اما ببینیم که تیپرینگ در ورزش‌های تیمی به چه صورتیه. خب لازمه تمرینات در واقع ورزش‌های تیمی یه ترکیبی از هم مهارت‌های فنیه، هم تاکتیکیه، هم استقامتی و انفجاری. در واقع تیپرینگ میاد با در نظر گرفتن هم آمادگی‌های فردی، اینکه فرد به فرد توی تیم چه نقشی دارن و چه قراره که چه نقشی رو ایفا بکنن و هم اینکه بتونن به عنوان یه تیم هماهنگ باشن. پس اینجا ما توی ورزش‌های تیمی کارمون به عنوان یک مربی که قراره تیپرینگ رو طراحی کنیم یه خورده سخت‌تر میشه. اهدافی که تیپرینگ توی ورزش‌های تیمی فالو میکنه یکیش اینه که با حفظ هماهنگی ریتم و انسجام تیمی رو حفظ بکنه، تمرکز و انگیزه گروهی حفظ بشه، افزایش پیدا بکنه، کیفیت اجرای تاکتیک ها بهبود پیدا بکنه، اضطراب رقابتی گروه کاهش پیدا بکنه، ارتباطات درون تیمی بهبود پیدا بکنه و در نتیجه اعتماد به نفسی که گروه داره، اون تیم داره، به خاطر اینکه بخواد در مسابقه شرکت کنه افزایش پیدا بکنه. اینها ملزوماتی هستش که ما برای ورزش‌های تیمی برای تیپرینگشون در نظر میگیریم. و مطالعات نشون دادن که در تیپرینگ تیمی هم مدل‌های تیم ترکیبی، همونطور که بهتون گفتم اینتگریتد، که بخواد ترکیبی باشه، مثلا هم لینیر هم خطی، هم لینیر هم اکسپوننشال، یا اینکه استپ تیپر با چیز. و این در واقع اینجا سلیقه مربی خیلی دخیل میشه که بخواد حالا ببینه که با توجه به مطالعاتی که وجود داره و انجام شده روی تیم‌های مختلف ببینه که چه ترکیبی رو میخواد استفاده بکنه و حالا با توجه به آمادگی ورزشکار و شرایطی که توش هستش. پس مدل‌های ترکیبی و غیر از اون نمایی کند در ورزش‌های تیمی موثرترین روش‌ها بودن. کاهش تدریجی حجم تمرین با حفظ شدت و تمرینات تاکتیکی، یعنی پس تمرینات تاکتیکی و شدت رو دست نمی‌ذاریم، فقط حجم تمرین به صورت تدریجی کاهش پیدا می‌کنه. اینا بهترین پاسخ رو در ورزش‌های تیمی میتونن در واقع ایجاد بکنن. و توصیه‌هایی که برای طراحی تیپر برای ورزش‌های تیمی میشه: کاهش حجم تمرینات فیزیکی تا 40 تا 50%، حفظ تمرینات تاکتیکی با شدت بالا و استفاده از بازی‌های شبیه سازی مسابقه و پایش شاخص‌های روانی و عملکردی هم فردی هم گروهی. اینها توصیه‌هایی هستش که برای تیپرینگ در رشته‌های تیمی میشه. و مطالعات 3 تا مطالعه هم براتون آوردم. این که مثلا در تیم راگبی دیدن که کاهش حجم تمرین تونسته توان انفجاری و رو افزایش بده و آسیب رو کاهش بده. یا در یک مطالعه دیگه در روی یه تیم فوتبال مشخص شده که تیپرینگ باعث بهبود عملکردشون در مسابقات پایان فصل شده. و همینطور تیپرینگ ترکیبی در تیم بسکتبال نشون داده که باعث بهبود خلق و خو و انگیزه افراد شده. پس اینها در واقع مثال‌های ناچیزی هستن که ما میتونیم ببینیم و من امیدوارم که با این اسلایدها باز خودتون حالا تو همون رشته‌ای که فعالیت دارید و بهش علاقه‌مند هستید برید و مطالعاتی که مرتبط هستن رو ببینید و ازشون بهره بگیرید. بریم سراغ نکات کلیدی تیپرینگ در اجرا. اینجا هم براتون چند تا اسلاید آوردم که با هم ببینیم که حالا چه نکاتی وجود داره که میتونه مهم باشه. اول با اشتباهات رایج شروع کنیم.
ببینید این که ما حجم رو بخوایم بیشتر از حالا 40 تا 60% حجمی بود که توصیه شد دیگه، توی مطالعات مختلف ما دیدیم که حجمی که توصیه میشه 40 تا 60%. این که بخوایم این حجم رو بیشتر از این کاهش بدیم یک اشتباهیه که باعث میشه که تیپرینگ ما نتیجه عکس بده و عمل کرده ورزشکار به اون اوج و سقفی که ما میخوایم نرسه، اتفاقا برعکس کمتر بشه. پس اون کاهش باید همونطور که تو اون شکلم نشون دادم که به صورت انگلیسی براتون نوشته بودم، کاهش باید هم در زمان جلسه، هر جلسه یا کاهش تعداد جلسات تمرین یا هر دوتاش باشه. پس یا زمان یا تعداد جلسات یا ترکیبی از هر دو میتونه باشه، ولی اون حجم تمرین هرچی هست بیشتر از 60%، 40 تا 60% نشه. و توی ورزشکارانی که نخبه هستن تا 80% مقدار پیش از تیپرینگ، یعنی هر چقدر تمرین میکردن تا 80%ش میتونه تمرین انجام بشه، به ویژه توی رشته‌هایی که خیلی تکنیک‌های زیادی دارن. و برای ورزشکاران متوسط 30 تا 50% امکان این کاهش وجود داره. بعد اشتباه دومی که وجود داره اینه که شدت حفظ نشه. خب تا اینجا من توضیح رو بهتون دادم. ما قراره که شدت رو تا جایی که میشه حفظ بکنیم و بهش دست نزنیم، و پس این حفظ نکردن شدت یا اینکه مثلا ما بیایم به جای حجم تمرین شدت رو کم کنیم، حجم رو ثابت نگه داریم، این هم باز یک اشتباهیه که تیپرینگ ما رو به شکست میرسونه. و مورد بعدی این که ما بخوایم قبل از مسابقه تیپر بکنیم ببینیم چی میشه. یعنی تیپر باید منتهی بشه دیگه، توی پیش شرط ما گفتیم تیپر باید منتهی بشه به روز مسابقه. این شکلی نیست که من بیام و 2-3 هفته قبل از مسابقه، حالا نه 2-3 هفته، مثلا 1 ماه قبل از مسابقه تیپر کنم ببینم که چه نتیجه‌ای میده و بعد دوباره بیام یه بازی رو تمرین کنم. نه، تیپر باید حتما منتهی بشه به مسابقه. پس این 3 تا اشتباه رو آوردم که باز یه مروری بکنیم چیزایی که گفتیم رو. حالا یکی از دوستانم پرسیده بود راجع به ورزشکاران تندرستی. ببینید همونطور که گفتم تیپر برای ورزشکارانی که حالا قرار نیست که برن یک مسابقه رو شرکت بکنن و فقط برای خودشون تفننی ورزش میکنن، یا حالا عضو تیم یا باشگاهی نیستن و همینطوری تمرین میکنن، هم مفیده. در واقع 3 تا 5 روز کاهش حجم تمرین یا اون تمرینات سنگینی که انجام میدن و تمرکز بر خواب و تغذیه میتونه مفید باشه. درسته اسمش تیپره، با اون تیپرینگ که برای ورزشکاران حرفه‌ای و در سطح قهرمانی انجام میشه فرق میکنه، ولی میتونیم همون اسمو براش بذاریم و میشه که یک ورزشکاری که داره یک دوره تمرینی خیلی خوبی رو طی میکنه، مربی براش یک دوره تیپر کوتاهی رو بذاره و استراحت بده که این استراحت اون در واقع مکانیزم‌های فیزیولوژیکی که ما انتظار داریم اتفاق بیفته رو رقم بزنه. و اینجا من باز دوباره یک توی جدول یه تصویر استیمیتی، حالا تصویر که نمیشه گفت، اعداد استیمیتی رو آوردم به صورت تخمینی که بتونید حساب کنید. اینا البته خیلی کلیه ها، ببینید با این نمیشه به همه داد. یعنی باید ما خیلی وقتی یه ورزشکاری میاد و میگه که خب من 6 تا 10 ساعت در هفته تمرین میکنم، نمیتونم فقط همینطور با همین دیتا بهش بگم که پس تعداد روزهای تیپرینگ تو 7 روزه. میخوام به صورت تخمینی تو ذهنتون یه چیزی بیاد. اگر ورزشکار 6 تا 10 ساعت در هفته تمرین داره، میتونه 7 روز تیپرینگ بکنه. اگر 11 تا 15 ساعت در هفته تمرین داره، میتونه تا 2 هفته تیپرینگش طول بکشه. و اگر بیشتر از 15 ساعت در هفته تمرین میکنه، بین 3 تا 4 هفته هم میتونه تیپرینگش طول بکشه. و باز هم تاکید میکنم که اینها اعداد استیمیتن، فقط واسه اینکه یه تصویر کلی داشته باشید که چطوره. وگرنه میشه برای یه ورزشکاری که حالا اصلا فرض بگید یک دونده که حالا میخواد بره توی یک ماراتونی شرکت بکنه و تمرینش هم خیلی زیاد نیست، مثلا 10 ساعت در هفته است یا حتی 15 ساعت در هفته است، شاید مثلا حتی در حد 3-4 روز هم بتونه تیپر رو انجام بده، شاید بتونه نتیجه‌ای که میخواد رو بگیره. و میگم کلا مبحث تیپرینگ اونجای مهم میشه که ما مربی یک ورزشکاری هستیم توی یک تیمی و قرار این ورزشکار یه مقامی بیاره و حالا اونجا خیلی حساس میشه قضیه که چطور داره
تیپرینگ رو انجام بده. ولی برای ورزشکاران تندرستی خیلی فرق نمیکنه دیگه، میتونه از اون اطلاعات استفاده کنه که حد اکثر بهره برداری رو بکنه از کاهش حجم تمرینی، ولی خیلی دیگه اذیت، یعنی خیلی این موضوع دقیق نمیشه اینجا. خب اینجا هم باز من یک مطالعه رو آوردم، یه متاآنالیزی که بررسی کرده در دوندگان استقامتی طول تیپرینگ میتونه چقدر باشه. باز حالا میگم اگر که 5000 متر میدوه میتونه 5 تا 10 روز تیپرینگ رو انجام بده. اگر 10 کیلومتر میدوه 7 تا 12 روز، 21 کیلومتر میدوه 7 تا 14 روز و اگر ماراتون میدوه 14 تا 21 روز. ولی این متاآنالیز چیزی که به ما نشون داده اینه که بیشترین مطالعاتی که شده نشون میده که 2 هفته برای دوندگان استقامتی بهترین در واقع تایم برای تیپر کردن هستش. عزیزم خیلی اسلاید زیادی نمونده، ما آخرین پارتمون پرسش و پاسخه و بعد از اون تموم میشه. حالا من فکر کنم دیگه نهایتا تا نیم ساعت دیگه میتونم تموم کنم صحبت رو که دیگه به آنتراکت فکر کنم نمیرسه. بریم سراغ تیپرینگ در کراسفیت. ببینم یه سوالی هست اینجا. ورزشگاهی که دیر شروع. و وقت کافی برای بودن باز هم تیپرینگ نه دیگه، اون میتونه خیلی باز میگم بستگی داره اینکه چه ورزشی بوده، چه ورزشکاری بوده، آمادگی بدنیش چقدر بوده و حالا چقدر تایم داره تا مسابقهش. اونجا باز تیپرینگ برای اون شخص میتونه فرق کنه، شخصی سازی میشه کاملا. توی میگم تو شرایطی که همه چی به صورت استاندارد و نرمال میتونم اینطوری بگم پیش نرفته، اونجا خیلی شخصی سازی میشه و به 100 تا عامل بستگی داره، اینکه اصلا اون مسابقه در چه سطحی هستش، بعد ورزشکار آمادگیش چقدر و چند روز داره، اون مهارت‌های تکنیکی و تاکتیکی اگر که لازم داره اونا چقدر هستش و چقدر اونا رو داره و آمادگی جسمانی خود فرد چقدر شده، چقدر آمادگی داره و بعد از اون تیپر برای اون شخص دیگه خیلی شخصی سازی میشه. ولی چرا همچنان تیپر برای اون شخص هم میتونه کمک کننده باشه. ببین تیپر معجزه نمیکنه. قرار نیستش که اگر ورزشکار اون برنامه منسجم و منظم تمرینی خودش رو برای رسیدن به حداکثر فیتنس خودش انجام نداده، قرار نیست که بیاد و با تیپر اون مشکلات رو رفع کنه. تیپر هم یه حدی داره دیگه، یعنی اون حد زمانی خودش رو خیلی خوب اون پتانسیل محقق میشه که اون فشار تمرینی آورده شده باشه و ورزشکار بتونه به اون اوج برسه، وگرنه نمیتونه خودش به تنهایی معجزه بکنه. خب. یه نمونه تمرینی از تیپرینگ رو که گفتم دیگه، بله PDF رو من در اختیار دوستان گذاشتم، از اون طریق میتونید پیگیری بکنید که چطور باید بگیرید. برای ورزشکاران نخبه 80% میتونه تمرینش رو کاهش بده، حجم تمرین رو کم بکنه و اون برای ورزشکار نخبه تا 80% هم بوده. خب ولی بازه 40 تا 60%. چیزی که گفتم این بود. خب من دیگه الان پیاماتون نمیبینم. حالا میذاریم برای میگم چند تا اسلاید دیگه بریم جلو، بعد دیگه پرسش و پاسخ رو شروع میکنیم. خب بریم سراغ تیپرینگ در کراسفیت. حالا توی کراسفیت حالا به خاطر اینکه ماهیت این رشته به این صورته که مسابقات پی در پی دارن، 2 ماه یه بار حالا مسابقات
مختلفی رو دارن ورزشکاران کراسفیت، این سوال پیش میاد که آیا برای هر دوره 2 ماهه میشه تیپر کرد؟ توصیه‌ای که میشه اینه که تیپرینگ رو بذارن برای مهمترین مسابقه در طول سالشون و اینطوری نباشه که هر 2 ماه بیان و خب یه بار حجم تمرین رو کم کنن، دوباره از اول مسابقه رو بدن، دوباره تمرین کنن، به خاطر اینکه اینطوری اون نظم و انسجامی که قرار ما رو با همون منحنی سوپر کامپنسیشن به حد اکثر آمادگی جسمانی برسونه ورزشکار، اون ازش گرفته میشه. در نتیجه توصیه نمیشه که برای هر مسابقه‌ای بخواد تیپرینگ انجام بشه و توصیه اینه که فقط نگه داشته بشه برای مسابقات خیلی مهم در سال. و کاهش حجم 30 تا 50% برای ورزشکاران کراسفیت توصیه میشه، تمرکز بر تکنیک و شدت کوتاه. و خب به هر حال خواب و هایدریشن هم خب خیلی مهمه برای ورزشکاران کراسفیت و همونطور که گفتم برای هر دوره رقابتی نیاز نیست که تیپرینگ انجام بشه. خب من حالا یه طبق تجربیات خودم چند تا سوال رو خودم اینجا میگم، بعد از اون اگر هر سوالی داشتید بهتون میگم. اینکه چند درصد کاهش حجم داشته باشیم، پس ما گفتیم 40 تا 60% عددی که مطالعات نشون میدن، ولی بسته به ورزشکار، رشته ورزشی، مسابقه، اهمیت مسابقه، حجم تمرین و شرایط موجود میتونه باز یه سری چیزا تغییر بکنه. ورزش قدرتی هم تیپر داره، بله، روی ورزش‌های قدرتی هم مطالعات تیپرینگ خیلی زیاده و اگرچه که حالا مطالعات خود آقای مولیکا روی ورزشکاران استقامتی بیشتر بوده، ولی روی ورزشکاران قدرتی هم تیپرینگ نتیجه داده و نتایج خوبی داده و داره استفاده میشه. آیا تیپر باعث چاقی میشه؟ این سوال از کجا میاد؟ از اونجایی که ما اینکه حجم تمرینمون کاهش پیدا بکنه ولی تغذیه‌مون به همون روش قبلی خودش بخواد ادامه پیدا بکنه، بله اینجا خب این ابهام میتونه پیش بیاد که نکنه که تیپرینگ باعث چاقی بشه، خصوصا برای یه سری رشته‌های ورزشی که وزن کشی دارن میتونه این موضوع مهم باشه. و خب اونجا در واقع جایی که ما توصیه میکنیم که ورزشکار حتما رژیم غذاییش رو خیلی دقت بکنه که به چه صورتی هستش، بیشتر از پروتئین بهره بگیره اگر که حالا وزن عددی که یعنی واسه رقابت براش مهمه و به تغذیه خودش توجه بکنه و عضله کم میشه نه با رعایت همون رژیم پروتئینی و به خاطر اینکه تیپر طولش نهایتا بخواد 2 هفته باشه یا 3 هفته، نه، تو این شرایط عضله کم نمیشه و چیزی نیست که بخوایم تو 2 هفته نگران باشیم، به خاطر اینکه همونطور که تو اون تصویرم نشونتون دادم که در واقع 4 تا تصویر بود که بهتون نشون دادم که هم اوج عملکرد رو نشون میداد، هم خستگی رو، هم آمادگی رو. آمادگی ورزشکار بعد از چند هفته شروع میکنه به با یه شیب ملایمی کم بشه. اینطور نیست که مثلا ما به محض اینکه ورزش رو قطع بکنیم عضلاتمون بریزه یا مثلا آمادگی کم بشه، نه، به این صورت نیست. و در ورزش‌های رزمی هم همونطور که بهتون توضیح دادم، به خاطر اینکه حالا بسته به اون رشته ورزشی میتونه وزن ورزشکار مهم باشه یا غیره، اونجا باز میتونه در واقع یه خود تخصصی تر تیپر بخواد بررسی بشه. خب در نهایت هم من 3 تا اسلاید براتون آوردم از 3 تا ورزشکاری که حالا در واقع نخبه یا قهرمان هستن و میتونید احتمالاً میشناسیدشون. اولی باب بومن، مربی مایکل فلپس هست که در کتاب اینو از کتاب آقای مویکا من برداشتم که هم خلاصه تجربیاتش رو میگه و هم این تصویر پایینی که گذاشتم یک نمونه از تیپر پلن مایکل فلپسه که چطور اینتروالاش رو چیدن و چطور پلن تیپر رو براش چیدن و خب اینو میتونید داشته باشید و اگر که شناگر هستید اینو بتونید مطالعه بکنید. خلاصه تجربیاتی که آقای بومن میگه اینه که برای مسابقات جهانی المپیک تمرینات با شدت بالا تا روزهای پایانی انجام بشه، کاهش تدریجی حجم تمرین در 2-3 هفته آخر باشه، فقط تمرینات تکنیکی و روانی در روزهای پایانی تا روزهای پایانی ادامه داشته باشه و توصیه‌های کلیدیشون هم اینه که حفظ شدت که بتونه تحریک عصبی عضلانی رو باعث بشه،
تمرینات شبیه سازی شده با لباس مسابقه رو ایشون پیشنهاد داده و پایش خلق و خو و انگیزه ورزشکار رو پیشنهاد داده و استفاده از تصویرسازی‌های ذهنی و تمرکز بر هدف. و نکته که مهمه در تیپرینگ در ورزش شنا اینه که با حفظ ریتم تمرینی و با کیفیت تکنیکی همراه باشه. مورد بعدی که براتون آوردم از مارتین فیس هست که ایشون ماراتون رانره. اینم برنامه در واقع تیپرینگ و حالا اینتروال ترینینگ ستشه که آورده که به چه صورتی تمرین کرده و خب ایشون قهرمان ماراتون بوده. تیپرینگ 3 هفته‌ای قبل از مسابقات مهم رو انجام داده. این خلاصه تجربیاتشه. کاهش حجم دوهای طولانی و حفظ شدت در تمرینات تناوبی، تمرینات سرعتی کوتاه برای حفظ حس رقابتی و تمرکز بر تغذیه، خواب و ریکاوری فعال. اینا توصیه‌هایی که این قهرمان ماراتون داره برای دوره تیپرینگش و توصیه‌های کلیدیش کاهش حجم تا 50% در هفته اول و سپس تثبیت اونه، حفظ تمرینات با شدت بالا برای تحریک متابولیکی، استفاده از تمرینات ذهنی برای کنترل اضطراب و پایش ضربان قلب و میزان درک فشار از خستگیشه. و نکته‌ای هم که وجود داره در ماراتون اینه که تیپرینگ باید بتونه به حفظ اقتصاد حرکتی و انگیزش ورزشکار کمک کنه. غیر از اینها تغذیه ورزشکار هم خیلی مهمه که تو دوره تیپر بتونه اون ذخایر گلیکوژنش رو کامل پر کنه و حالا خیلی متمرکز نشه روی کربوهیدرات، روی مصرف کربوهیدرات، به خاطر اینکه حالا وزن اضافه نکنه با توجه به اینکه حجم تمریناتش کم میشه. ولی خب حالا اون رژیم غذایی که لازمه برای قبل از دوره ماراتون این هستش که حتما خصوصا در 1-2 روز پایانی ذخایر گلیکوژن خودش رو بتونه کامل پر بکنه. و همینطور آب، یعنی آب و کربوهیدرات در روز قبل مسابقه. و مورد بعدی هم این تریاتلون کار نخبه هستش که باز اینجا پروسیجر یا فرایند تیپرینگش رو آوردم که به چه صورتیه برای تریاتلون. تیپرینگ چند مرحله‌ای برای مسابقات آیرونمن رو ایشون پیشنهاد داده. در واقع کاری که خودش کرده تیپرینگ چند مرحله‌ای بوده. کاهش حجم تمرین در هر 3 رشته شنا، دوچرخه و دو. خوب شد حالا به اینجا که رسیدیم اینم بگم. ببینید ما وقتی حجم تمرین رو کم می‌کنیم، حالا بسته به اون رشته ورزشی مشخص یه سری فاکتورهای مختلفی داره دیگه. مثلا ما فاکتورهای مختلفی رو چابکی، حالا انعطاف، نمیدونم چیزای مختلفی رو ما کار میکنیم برای ورزشکار که آماده بشه. به این صورته که وقتی کاهش حجم تمرین رو میدیم، حالا این که تریاتلون 3 تا رشته است، هم شنا هم دوچرخه هم دو، ولی تو خود یک رشته ورزشی مشخص هم میتونه بخش‌های مختلفی داشته باشه که تو اون بخش‌های مختلف تو همش در واقع میشه کاهش داد این حجم تمرین رو. و این کاری که باید اتفاق بیفته توی تیپر. این هم نکته مهمی بود که بگم. غیر از اون تمرینات ترکیبی با شدت بالا در هفته پایانی رو ایشون انجام داده و همونطور که می‌بینید خیلی مهمه تمرکز بر تغذیه، هایدریشن و خواب. توصیه‌های کلیدیش هم کاهش حجم تمرین 40 تا 60% در 2 هفته پایانی، حفظ شدت در تمرینات دوچرخه سواری و دو و تمرینات شبیه سازی شده با تجهیزات مسابقه و اینکه لحاظ روانی هم بتونه استیبل بشه و خیالش راحت باشه که داره چطور تمرین میکنه. و همینطور پایش لاکتات، نسبت تستوسترون به کورتیزول و کیفیت خوابشه که اینا هم در واقع چیزایی هستش که ایشون توصیه میکنه که پایش بشه. حالا یه توضیحی من میدم از نسبت تستوسترون به کورتیزول. و نکته که وجود داره تیپرینگ در تریاتلون باید چند بعدی و هماهنگ بین رشته ها باشه و همون که گفت در هر سه در واقع آیتم شنا، دوچرخه و دو بتونه تیپرینگ رو انجام بده. فقط مثلا شنا رو کم نکنه، هر سه تا رو حجمشون رو تا اون حدی که میشه همون 40 تا 60% کاهش بده. خب اینجا راجع به کاهش لاکتات صحبت کرده. خب لاکتات که خب یک مفهوم شناخته شده است، فکر کنم خیلی نیاز به توضیح نداره. ما یه نسبت تستوسترون به کورتیزول رو توی تیپرینگ داریم که مطالعات متعددی هستن که نشون دادن که در واقع ما در مادامی که بدن ما تستوسترون
یعنی افزایش تستوسترون رو داره، شرایط آنابولیک رو داره و کاهش کورتیزول، یعنی شرایط کورتیزول، شرایط کاتابولیک کاهش پیدا میکنه. اونجایی که نشون میده که ورزشکار داره آماده میشه. ما به محض اینکه ورزشکار رو میبریم تو حالت تیپر، یکی دیگه از سازگاری هایی که حالا من اول کار اشاره نکردم ولی اینجا تا اینو دیدم گفتم بهتون بگم، همین افزایش نسبت تستوسترون به کورتیزوله، یعنی در واقع نسبت آنابولیک به کاتابولیک بدن افزایش پیدا میکنه و ما بدن رو میبریم تو حالتی که بتونه با کاهش اون مارکرهای التهابی بتونه به اون اوج عملکرد خودش برسه. پس این نسبت تستوسترون به کورتیزول هم یکی از اون شاخصهای فیزیولوژیکه که تیپرینگ میتونه باعثش بشه و به ما توش کمک کنه. خب اینجا من صحبتام تموم شد. از اینجا دیگه اگه هر سوالی دارید طبق اسلایدایی که من دادم من در خدمتتون هستم. از اول PDF یعنی برم صفحه اول. کدوم صفحهش مد نظرتون بود؟ اینو متوجه نشدم، سوال رفت بالا. ممنونم. سوال دیگه. پایش لاکتات عزیزم با لاکتومتر انجام میشه دیگه. با دستگاه لاکتومتر لاکتات ورزشکار رو چک میکنن. یه چیزی شبیه مثلا این دستگاهی که افراد دیابتی باش قندو میگیرن، مثل همونه، یه چیز کوچیکه، یه سری در واقع یه کوچیک از نوک انگشت خون میگیرن و چک میکنن با لاکتومتر. افزایش شدت تمرین میتونم بگم بستگی داره، ولی تا یه حدود خیلی کمی، نه خیلی زیاد. یا شدت باید ثابت نگه داشته بشه یا یه مقدار کمی کاهش، ولی ممکنه توی یک حالا مورد خاصی شما میگید افزایش، آره اگه خیلی کم باشه در حد چند درصد اشکالی نداره. همون عرض کردم، فکر کنم شاید نبودیم توی رقابت‌هایی که چند مرحله‌ای هستن. امکان تیپرینگ اگر که قرار باشه که در چند مرحله مسابقه بدن، توی مرحله آخر تیپرینگ انجام میشه. برای کشتی هم اینم جزو ورزش‌های قدرتی حساب میشه دیگه. میتونه مثلا 1 هفته 2 هفته قبل از شروع مسابقات کشتی باشه، یعنی مسابقات از روزی که شروع میشه قراره که تیپرینگ برسه به روز اول مسابقه. به این صورت تنظیم میشه. خب من دیگه فکر کنم سوالی نمیبینم. خواهش میکنم، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید و این موضوع بتونه براتون یه سری سوالهایی توی ذهنتون ایجاد کرده باشه که خودتون بیشتر مطالعه کنید و به هر حال محتوا و مطالب خیلی زیادی وجود داره که میتونید دانش خودتون رو در این زمینه افزایش بدین. من غیر از ضمن تشکر از شما که این وقت رو گذاشتید، یه تشکری هم میکنم از آقای دکتر معتمدی گرامی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی که این فرصت رو برای من مهیا کردن برای اینکه این جلسه رو با شما داشته باشم و امیدوارم که بتونید در واقع با
تیپرینگ از در هر شرایطی که هستین از ورزش خودتون بهره برداری بیشتری بکنید. بعد از ظهرتون بخیر و خدا نگهدار.